سلام رفقا، امیدوارم عالی باشید. به کانال خودتون، کانال آیا میدونی، خیلی خوش اومدید. آقای گلزار تو پست و استوری خودش تو اینستاگرام خبر از ازدواج خودش میده و حلقه‌ای به روی دست چپش گذاشته و تو صفحه خودش یه استوری کت شلوار مجلسی هم منتشر کرده. این خبر وقتی قوت میگیره که دفتر ازدواج مشهور تو خیابون پاسداران تهران یه ویدیو منتشر میکنه که این ویدیو خیلی وایرال میشه. این ویدیو جوریه که گلزار و زنش از توی این دفتر میان بیرون و با کت شلوار و لباس عروس. محمد رضا گلزار متولد 1 فروردین 1356 تو تهرانه. بازیگر و خواننده و آهنگساز و ایشون فارغ التحصیل و لیسانس رشته مهندسی سیالات از دانشگاه آزاده که از زمان دانشگاه با نواختن گیتار کار هنریشو شروع میکنه. حالا چند فروشگاه دیجیتال هم داره. خبر داغ آقای گلزار همیشه سوژه داغ رسانه هاست. چند وقتی بود که در مورد این هنرمند و خانومی به نام آیسان خبر رابطه این دو نفر توی رسانه ها پخش شده بود. یکی دوباری هم تو مکانهای عمومی اینا رو دیده بودن، مثل کنسرت گرشا رضایی که همراه خانم آیسان رفته بود گلزار. میگن زمانی که آقای گلزار کرونا گرفته بوده این خانم به اون بیمارستان خیلی رفت آمد داشته، زمانی که گلزار بستری بوده و داشته کارهای درمانش رو انجام میداده. اما حالا پیش از قبل برای همه سوال شده که همسر سوپر استار سینما کیه؟ اسمی که این روزها به سر زبون ها افتاد آیسان آقا خانی هستش. شنیده میشه و به گوش میخوره و گفته میشه که این خبر درسته. این خانم دختره یه تاجره و اختلاف سنی زیادی هم با گلزار داره و در ویدیویی که از گلزار و همسرش اومده، این ویدیو خیلی وایرال شد. این دو اختلاف سنیشون خیلی زیاده. در ضمن آیسان خانم تو زمینه مدلینگ فعالیت داره. در مورد نحوه آشناییشون گفته میشه که آقای گلزار به عنوان مدل توی شرکت پدر ایشون فعالیت داشته که در نتیجه باعث آشنایی این دو نفر میشه و آیسان خانم از طرفداران آقای گلزار بوده و این خانم متولد 76 و متولد شهر زنجانه. در آخر برای آقای گلزار و همسرش آرزوی سلامتی داریم و امیدواریم در کنار هم شاد باشن. لطفاً تو کامنت ها برام در رابطه با گلزار و ازدواجش نظراتون رو بنویسید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید و با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. دوستتون دارم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.